با سلام، خوش اومدین به اولین ویدئوی ما. اینجا کانال یوتیوب آکادمی شنای هنری آناهیت هست و ما اینجا از 0 تا 100 شنای هنری رو به زبان فارسی بهتون آموزش میدیم. لطفاً اگر با شنای هنری آشنا نیستین این ویدئو رو تا آخر ببینین و ما رو لایک و دنبال کنین. تو این ویدئو قرار بهتون بگم اصلا شنای هنری چی هست، از کجا اومده، تاریخچه اون چیه و آیا تو ایران هم آموزش شنای هنری وجود داره و مناسب چه شخصیت‌هایی هست. شنای هنری یکی از خاص‌ترین، رویایی‌ترین و زیباترین رشته‌های ورزشی دنیا محسوب میشه. شنای هنری ترکیبی از قدرت، استقامت و هنره. یه رشته همه چیز تموم که نه تنها به بهترین شکل بدنت رو پرورش میده، خلاقیتت رو هم رشد میده. شنای هنری به صورت تک نفره، دو نفره و تیمی اجرا میشه و مسابقات اون تو ایران و جهان برگزار میشه، هم به عنوان رقابت و هم به عنوان اجرای نمایشی. تاریخچه شنای هنری. تاریخچه این ورزش به اوایل قرن 20 برمیگرده و اولین بار در آمریکا و کانادا شکل گرفته، جایی که شناگران حرکات نمایشی هماهنگ با موسیقی رو اجرا می‌کردند و اون اوایل به نام باله روی آب شناخته می‌شد. دهه 1940 این رشته جدی‌تر شد و وارد باشگاه‌ها شد. در سال 1984 برای اولین بار وارد المپیک لس آنجلس شد و به عنوان یک رشته المپیکی شناخته شد. تا مدت‌های زیادی زنان در این رشته گوی سبقت را از مردان رو بوده بودند و این رشته به ما خانم‌ها اختصاص داشت. اما امروزه مردان هم در مسابقات جهانی اضافه شدند. شنای هنری ترکیب از رشته‌های ورزشی شنا، ژیمناستیک، باله و آکروبات و واترپولو هست. بنابراین خیلی اون رو به نام ورزش کامل میشناسن. توی شنای هنری تمام عضلات تن تا انگشتات و عضلات صورتت درگیر میشن. پیش زمینه ورود به شنای هنری شناگر ماهر بودن هست و برای اینکه بتونین توی این رشته موفق باشین باید بدن منعطف و شنای نسبتاً حرفه‌ای رو بلد باشین. هرچند به نظر من برای شروع کردن انگیزه کافیه و هیچکس از اول بهترین نبوده. پس اگر بدن منعطف ندارین و شنا بلد نیستین جا نزنین و دنبال اهدافتون برین. از یک جایی باید شروع کنین. اگر عاشق آب و شنا هستی، اگر به موسیقی و رقص علاقه داری و دوست داری از مزایای این ورزش برخوردار بشی با ما همراه شو. فواید شنای هنری: بالا بردن ظرفیت تنفسی، افزایش چشمگیر استقامت بدنی و قدرت بدنی، انعطاف پذیری بدن، واکنش سریعتر بدن نسبت به خطرات احتمالی، آرامش ذهن. با شنای هنری به سالم ترین روش احساساتت رو تخلیه کن. با اجراهات حالت رو خوب کن و کنترل احساسات و زندگیت رو به دست بگیر. به جرئت میتونم بگم یکی از بهترین راه حل ها واسه وقتایی که ناراحتی، سردرگمی، خوشحالی یا عصبانی هستی اجرا کردن سینکرونایز هست. باعث افزایش خلاقیت و ذوق هنری میشه. چند تا ادیت از ویدیوهای سینکرونایز در اختیارتون قرار میدم. امیدوارم شما هم مثل من از این رشته جادویی و شگفت‌انگیز لذت ببرید. راستی با سرچ کردن آرتیستیک سویمینگ میتونین ویدیوهای خیلی جذابی از این رشته ببینید. لایک و کامنت یادتون نره و فعلا خدا نگهدار. Look at that. Walking down the pool. Beautiful. Stunning. Oh my word. This routine really does have everything. Those angles so hard to synchronize, but they're absolutely perfect.